بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد نور محبزایی، سرپرست گروه موسیقی تفتان خاش، استاد سازنده سازهای محلی، قیچک، ستار، دهلک، دهل بزرگ، اینا ساخت خودمونه و اینایی که به دست هنرمندا هست حالا داریم استفاده میشه و اینا ساخت خود من هست و 30 ساله که ما به فرهنگ ارشاد اسلامی داریم خدمت میکنیم، نه تحت کوششیم و نه تحت تکریمیم و نه مستمریم. بچه ها همینجوری هنرمند تقاضا می شود از دوستان گرامی، سرپرستان عزیز، محصولان که در حق هنرمندا کوشش بکنند. و السلام.